بیاین کل این میکاپ رو فقط با یه پلت انجامش بدیم. پالت مای میکاپ استوری پشتش یه چرخه رنگ داره که خیلی کمک میکنه بدونی هر رنگو کجا استفاده کنی. اول از سایه شروع میکنم. بافتش نرم و مخملیه و راحت فید میشه و اصلا حس سنگینی نمیده. هر رنگ پالت مای میکاپ بافت متفاوتی داره. الهام گرفته از بهترین محصولات مثل کانسیلر تارت، رژ لب و کانتور آناستازیا و هایلایترهای تو فیس و آیکونیکه. برای اصلاح رنگ زیر چشم از رنگ هلویی و برای قرمزی جوش از رنگ سبز استفاده میکنم. کانتور رو با رنگای تیره تر انجام میدم. خیلی نرم و روون پخش میشه و فیدش اصلا کار سختی نیست. برای کرم پود میتونید به راحتی با ترکیب چند تا رنگ پوست خودتون رو بسازید. بریم سراغ رژ گونه. میخوام از این رنگ مرجانی خوشگل استفاده کنم تا صورت جون بگیره. میتونی با پودر فیکس کل میکاپ رو ستش کنی تا موندگاریش بیشتر شه. و در نهایت یکی از رنگای نودش رو انتخاب میکنم برای لب. موقت نرم و مرطوب که یه رنگ طبیعی به لبتون میده. برای جذاب‌تر شدنش یکم از این هایلایتر روی لبش میزنم. ممنونم که تا آخر این ویدیو با هم بودین. نظرتون رو برام کامنت کنید.